روز 13 ینور در یک صحبت تلفنی پرزیدنت های تاجیکستان و قزاقستان امامعلی رحمون و قاسم جمارت توقایف وضع کنونی در آن کشور را بررسی و صحنه خروج نیروهای تاجیکستان از قزاقستان را بررسی کردند. خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان گفت توقایف بر رحمون در خصوص برقرار گردیدن ثبات و آرامی در کشور و اثر امروز آغاز گردیدن خروج نیروهای متحده صلح‌آفر اودیکبه از جمهوری معلومات داده با اظهار سپاس به تاجیکستان برای دستگیری و مساعدت تاکید کرده است که نظامیان جمهوری تاجیکستان که در هیئت محدود نیروهای صلح‌آفر اودیکبه در قزاقستان قرار دارند 14 ینور سال روان به تاجیکستان برمیگردند. وزارت مدافع قزاقستان خبر داد که روز 13 ینور در الماتا مراسم گسیل نیروهای اودیکبه برگزار شد. یادآور می‌شویم پرزیدنت قزاقستان قاسم جمارت توقایف روز 5 ینور در پی اعتراضهای گسترده در کشورش این حادثه ها را عمله از بیرون و کار دسته های تروریستان نامیده از سازمان اودیکبه کمک حربی خواست. علاقه روزهای 6 هفتم ینور کشورهای عضو اودیکبه به قزاقستان حدود 4000 عسکر فرستادند. از تاجیکستان نیز بیش از 200 سرباز به قزاقستان انتقال دادند، ولی مقامات قزاقستان تا کنون یگان دلیل حمله خارجی به این کشور و دست داشتن تروریستان در اعتراضهای اخیر را پیشکش کردن نتوانستند. توقایف روز 11 ینور اظهار داشت که مأموریت نیروهای اودیکبه در قزاقستان به انجام رسید و از 13 ینور خروج آنها شروع می شود که یگان 10 روز را در بر خواهد گرفت.